سلام. این فضایی که داخلش هستیم اتاق کنترل کشتی یا کنترل روم کشتی هست و تجهیزات برق قدرتمون کلیدهای اصلی اینجا قرار داره. یه بخشی از مانیتورینگ و سیستم آلارم کشتی اینجا قرار داره. حالا این کشتی شناوری که ما الان مشغولش هستیم 3 ژنراتور اصلی داره برای کاترپیلار که اینها وقتی کار میکنن حالا نسبت به مصرف اون موقع ممکنه که شناور توی سرویس باشه و لازم باشه هر 3 ژنراتور کار کنه، سنکرون میشن با هم. ممکنه 2 تا لازم باشه دوباره همینطور، یا یه ژنراتور باشه طور مستقل استفاده میشه. و این تابلوهایی که پشت سر من هست اینا ژنراتورها رو با هم سنکرون میکنه، حالا نسبت به اونی که گفتم با اون شرایط و وارد مدار. و اینکه یک ژنراتور هم دوباره ژنراتور اضطراری داریم که معمولا ژنراتور اضطراری رو بالا قرار میدن که موتور نمیذارن، که مثلا ژنراتورهای دریایی حالا رادیاتور معمولا ندارن چون از آب خود دریا میاد وارد موتورشون میشه و خنک میشه، دوباره آب برمیگرده به دریا. ولی ژنراتورهای اضطراری معمولا به خاطر اینکه تو حالت اضطرار باید کار بکنن و حالت امرجنسی دارن، اینها خودشون رادیاتور جداگونه دارن و مثل موتورهای زمینی با یه سیستم مستقلی هست که جایی ارتباطی نداره و کار میکنه. و ما توی این شناور الان ولتاژ 440 ولت استفاده داریم، 220 ولت استفاده داریم، 110 ولت داریم و 24 ولت که 24 ولتمون برای سیستم کنترلی و حالا مدارهای فرمان تجهیزات تابلویی و سیستم‌های کنترلی استفاده میشه. 440 ولت برای موتورها و حالا پمپ‌هایی که اینجا هست کار میکنه و تغذیه اونهاست و 220 ولت هم دوباره یه بخشی از موتورها و همینطور سیستم‌هایی که اصطلاح با 220 مثل مانیتورها یه سری حالا سیستم‌های اینطوری با اونها اصطلاح کار میکنه. حالا توی این شناور من الان بهتون نشون میدم، حالا با بخش‌های مختلفش رو فیلم گرفتیم. حالا این دوربین رو من میچرخونم اینا رو یه توضیح مختصر بهتون بدم. ما البته اینجا 2 تا اتاق کنترل داریم. حالا این بخشش هست و بخشش هم توی اتاق کنترل دیگه است که حالا بنا به شرایط این شناور اینطوریه، ولی معمولا یه اتاق کنترل دارم. ببینید اون تابلویی که اون آخر هست ژنراتور 1، این قسمت سیستم سنکرون و مانیتورینگ، این ژنراتور 2 و این هم ژنراتور 3 و این پنل هم دوباره کلیدهای قدرت و آخری هم دوباره به اصطلاح میترینگ یا مانیتورینگ این قسمت.